سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اولین پادکست گریبار هست. قرار امروز درباره خود گریبار، مسابقات کاپ تیستی که امسال برگزار شدن و حتی مسابقات قبلی که آرمان زرینواف اونجا بود از اونا صحبت کنیم و یکم هم کلا یک گپ و گفت ساده ای داشته باشیم در حد خودمونی در و حد خیلی ریزا. خیلی خودمونی ریز. امسال مسابقات واقعا سطحش بالا بود، خیلی خوب بود. من حال کردم با مسابقات. حالا جالبیش اینجا بود که ما کلا 2 تا استیج زده بودیم واسه تمرینش. یعنی قبل فکر کنم 3-4 روز قبل مسابقه بود دیگه، رفتیم فقط 2 تا استیج تمرین آره، ما کردیم. تو یه هفته قبل مسابقه کلا تونستیم 2 روز تمرین کنیم. آره، یکم مشکل جا و یکم مشکل مکان داشتیم، مکان بیمکانی نداشتیم. بیداد میکرد. آره، بی مکانی بیداد میکرد. از اینجا جا داره که از آقای محمد رضا اقدم مدیر رستری زیم تشکر کنیم. واقعا خیلی حق به گردن ما گذاشتن از اونجایی که مشکل مکان داشتیم و واقعا جایی نبود که تمرین کنیم. لطف کردن، اجازه دادن ما توی رستری زی تمرین کنیم. از اینجا باید تشکر کرد ازشون. حالا مسابقات امسال نسبت به پارسال خیلی پیشرفته تر بود. یعنی کلا مثلا میتونم بگم که مدل دماوری کلا عوض کرده بودن. بعد مثلا ما پارسال بادیای خیلی سنگین‌تر با گسی قابل ملاحظه، یعنی اصلا اونایی که پارسال شرکت کرده بودن میدونن یه بادی سنگین اصلا یه طعم آجیلی و گسی با هم میزد کلا. یه سیلی میزد تو صورت آره، آدم. آره. امسال کلا یکم بادیا قشنگ سبک شده بودن. یه مثلا معیارایی که تو تفاوت کاپا بودن شیرینی بود، بعد تو بعضی استیجا با خود بادی بود. بعد حتی بعضی جاها هم اسیدیته هم واقعا تاثیر داشت روی آره اون آره، کاپ زدن ما. کلا مدل دماوری رو که یکم عوض کرده بودن، یه تغییر اساسی کرده بود مسابقات. حالا این بار عطا اومد یه کاپ آورد، من خودم نتونستم. بعد همون کاپ آوردن منم در سایه آرمان بود واقعا، چون من ارادتم هیچ تصوری از مسابقات نداشتم، یعنی کلا صفر. قربونشم. یه روز رفتم کافه ای که شیفت میزد، آرمان گفت بیا ثبت نام کنیم کاپ دیس. گفتم خب بکنیم دیگه، ثبت نام بکنیم ببینیم چی میشه. همونجا ثبت نام کردیم. بعد افتضاح استرس گرفتم. من گفتم خب الان 2 هفته مونده به مسابقه، ما تمرین نکردیم. اوجی پشمام چیکار باید بکنیم؟ به چخ میریم اینور اونور. اینم هر وقت میرفتم نگران نباش بابا، یه کاپ زدنه دیگه، میری کاپ میزنی مقام میاری، چیزی نیست که. باور کنین اونایی که کمتر تمرین کردن بیشتر نتیجه میگیرن، باور. ولی نه، یه استثنایی هم هست. امسال باید تشکر کنیم از همه بچهای بک استیج مسابقه. یعنی تک تکشون، حالا آقای بهنام عبدی که جای خود داره، ولی از تمامی بچههایی که بک استیج بودن، تمامی تدارکاتش پشت صحنهش، واقعا باید تشکر کنیم. چون اون فشار کاری که اونا دارن امسال حالا مضاعف بود، چون یه دونه مسابقه اوریگامی بود فکر کنم کلا ماه سختی بود. دیروز تموم شد فکر کنم مسابقات. نه هنوز هست، در هنوز هست، جریانه، آره در یعنی آره جریانه. فعلا در جریان. مسابقات واقعا خیلی سخته، اون هماهنگیش یا اون آماده سازیش. واقعا تشکر کل میکنیم از بچه بچه‌ها. های بک استیج و تاخت دماوری و سوپروایزرهای از دیگه همه کلا 3 روز میخ سر پا، صبح تا عصر. حالا یه 2 هفته بعدش اوریگامی بود، امسال یه آره، نمایشگاه هم هست. اصلا یه ماه عجیبی بود ماه واسه. خیلی سنگینی بود واسه آره صنف بار و سرد و بار گرم. آره ولی واقعا. واقعا دست همشون درد نکنه، واقعا زحمت کشیدن. حالا اون یکی قهرمانایی که داشتیم امسال، بچه های مشهد، واقعا دمشون گرم. امسال عشیرتی اومده بودن مسابقات، یعنی فکر کنم 30-40 نفر آدم بودن. آره 20 خیلی نفر زیاد اینا بودن. بودن قشنگ. 2 تا کاپ هم برداشتن، نوش آره، جونشون نوش واقعا. جونشون. دمشون هم گرم. دمشون هم گرم، واقعا بگم مستحقش بودن، چون تمرین زیاد کرده بودن، آشنا بودن به اون روش مسابقه. من خودم حال کردم با بچه های مشهد. عالی، دمشون واقعا عالی.
هرچی هم بردن حلالشون باشه. مسابقه خوبی بود واقعا. آره حالا مسابقه من بود. خودم خیلی زیاد درگیری داشتم، یکی میگفت شرکت کن، یکی میگفت شرکت نکن، یه بار مقام آوردی چرا میخوای شرکت کنی و فلان. کلا من وقتی شروع کردم به مسابقه و اینا میخواستم که هی ادامه بدم. حالا دیگه شد مثلا پارسال تونستم اولو بیارم، نمیخواستم درجا مثلا یه مقام آوردم دیگه خداحافظ. من حالا امسال شرکت کردم، سال بعدم شرکت میکنم با خود. هستیم تا آره با آخر خود عطا هستیم. اینا. حالا مقام آوردیم نیاوردیم، اصلش همون تمرین و مثلا تمرینایی که واسه مسابقه میکنیم اصلیتشه. مثلا خود مسابقه حالا چه آدم مقام بیاره چه نیاره زیاد تاثیر نمیکنه. اولویت اول سر این قضیه بار گرم، مخصوصا بار گرم. حالا بار سرد رو من نمیگم، بار سرد یکم فنسی تره، یکم اون حالت لوکستری داره، اون هر کس به خودش مربوطه، یه علمه. ولی بار گرم همین در طی مسیر که داری آموزش میبینی، در طی مسیر که داری آماده میشی، باید از مسیر لذت ببری. اینجوری نیست که بگی آره من تمرین کردم، تمرین مهم نیست، میرم مقامو میارم، اگه مقام آوردم اوکی شدم. نه اینجوری نیست. آره واقعا. واقعا همون توی مسیر آماده شدن ها، تمرین کردن ها، آشنا شدن با اون متدای جدید، واقعا خیلی اون زندگی حرفه‌ای باریستا رو میبره جلو. اینجوری نیست که طرف بگه آقا من برم یه دوره ببینم، حالا ببینم چی میشه، آخر اگه مقام آوردم بهم میگن دیگه تموم شد. آره دیگه تموم شد. تازه شروع میشه آره از تازه اونجا. شروع میشه. ولی امسال واقعا خیلی اوکی بودم من با فضای مسابقه. درست اولین سالی بود که من روی استیج میرفتم، ولی واقعا عالی بود. یعنی من هیچ کم و کاستی نمیگم. حالا مشکلای کوچیک بود ولی دیگه اون هم نباشه نمیشه. قضیه هیچ اینجوری چیز نیست که بی‌نقص آره نیست. هیچ چیز بی‌نقص نیست. حالا بعد واسه سال بعدم برنامه داریم با آرمان جان. اون قرار ما با بچهای تبریز، هر کی، حالا از اینجا من به تمام بچهای تبریز سلام میرسونم. هر کی اومد آره قدمش رو چشم آره ما، قدمش رو چشم یه تیم ماست. بشین بریم ما هم واقعا تیم بازم بشیم بریم. آره کاپوی بیاریم تو تبریز. آره. اینجوری حالا یه نباشه که مثلا رقابت سالمی ها، ما نمیخوایم لات بازی در بیاریم بگیم لات هم نه، این قضیه نیست. یه رقابت سالمیه. واقعا خوش آره میگذره. خوش میگذره. خیلی از سال بعد واسه بیشتر مسابقات قراره که ما از تبریز توی آکادمی گریبار یه تیم کوچیک حالا تشکیل بدیم. اگه هر کی هم اومد خانواده‌مون بزرگتر میشه، خیلی بهتر. قراره شرکت کنیم. امیدوارم مسابقات بیشتری هم توی تبریز راه اندازی کنیم. یعنی همه اون مسابقات توی تهران نباشه. به خدا سر چیز نمیگم، نمیخوام بگم تبریز، فقط میخوام سر اون کار، مشکل شغلی و اون مشغله بچهای تهران رو کم کنم. به خدا سر همینه. فشار روشون آره فشار زیاده. روشون زیاده. هر روز یه ایونت قهوه است تو تهران. به خدا یکم هم به ما بدید این نوک انگوش، ما هم یه مسابقه برگزار کنیم. حالا انشالله اون هم اوکی میشه. آره امیدوارم تمامی اون بچه‌هایی که توی بار سرد و بار گرم کلا توی صنف کافه و کافه رستوران هستن توی تبریز یه همتی بکنن. حالا واقعا سطح تبریز توی کافه و کافه رستوران خیلی بالاست، اگه بخوایم رو راست باشیم خیلی بالاست، ولی ما میخوایم یکم هم بهترش کنیم. همیشه جا واسه آره بهتر شدن همیشه جا هست. واسه پیشرفت هست. همین سر این قضیه آکادمی هم که من میخواستم اوکی کنم، حالا یکم هم اوکی کردیم. فقط صرفا میخواستم هرچند یه کمک کوچیکی هم باشه به این صنف توی تبریز بکنم. قضیه مثلا واسه معروف شدن و مقام و اینجور چیزا نیست. میخوام یه کمکی بکنیم در کنار آرمان جان. حالا من زیاد حوزه تخصصی خود من بار سرده، ایشون دیگه خدای بار گرمه. بابا این چه ما هم داریم یاد میگیریم، حالا هر چقدر حالا یاد بگیری بازم آره کمه. واقعا همه چی که یاد میگیری اینجوری نیست که دیگه بشی صد. جا واسه یادگیری زیاده. بعد حالا این صحبت ها که واسه بیشتر آشنا شدن و فلان یک گپ و گفته، من میخوام چند تا از مثلا پامایی که شاید واسه بچه ها به وجود بیاد مثلا یه پیش دستی کنیم این وسط. یه دونه جریان ایناست. آره این خوشگل، این دوتا خوشگلی که روی دیوارن، این قضیهش که مثلا چرا اینجا بار سرد و گرم و چه ربطی به بار و
اینا چرا اینجاست. مثلا ما واقعا حال دکور نداشتیم، بودجه‌مون هم کم بود واقعا. اینا دست به دست هم داد، ما مثلا گیتارهای خودمون آوردیم انداختیم اینجا. آره. شما شاید تو ویدیوها ببینیم مثلا یه بار این هست یه بار اون هست، جفتش با هم احتمالاً کمتر باشه چون ضبطامون جداست. آره بار گرم یه کورتیکس خوشگل اینجا هست، بار سرد هم یه آیبنز اینجا هست. تقسیم بندی کردیم، خب هر کی میاد گیتار خودشو میاد آویزون میکنه اینجا. آره اینم دکور ما. ویدیوشو میزنه میره خونش. و خودمون حالا شاید حالا بعدا یه سایل بعد یه چند تا ویدیو خودمون بذاریم. آره. فعلا انگشته یکم یاری نمیکنه. آره الان خوش انگشت ما هم هنرجویی، ما تازه شروع کردیم ما خدا سرشاهده زیاد پیشرفت نکردیم، ولی جا واسه پیشرفت هست، باید یاد بگیریم. آره. حالا جلوتر اجراهای کوچیک کوچیک میذاریم، حالا دل شما خوب باشه. امیدوارم که خیلی بهتر پیشرفت کنیم تو هر زمینه. حالا هر کسی واسه خودش یه زندگی حرفه‌ای داره توی شغلش، همه توی اون زندگی حرفه‌ایشون پیشرفت کنن. حالا یه قضیه دیگه ای هم هست که آرمان میخواست شفاف سازی کنه. آره این تابلو ماست، جریان این تابلوه. این خیلی مهمه ها، این خیلی مهمه. اون وسطی رو میبینین اونجا؟ آره یه روزی مثلا اونو دیدین خاموشه، شما به دل نگیرین. آره پنیک نکنید، یعنی ما هم حواسمون نبود. اون اون الان از اینجا من میخوام به تمامی مسئولای کشور اعلام کنم که به خدا اون داره. اون یعنی اگه خاموش شد تقصیر ما نیست. اون آرش خاموش شه واسه ما جلوه بدی داره. حالا ما سعی میکنیم حواسمون باشه. یکم انتخاب سر اسم این خیلی ساده بود دیگه، فکر مثلا اونو نکردیم که خاموش شد اون وسط چطور میشه. تقریبا فکر کنم الان یه ماه ایناست دیگه کلا اون استادیوم تکمیل شده. این تمام کسایی که توی این صنف هستن، توی صنف بار گرم و بار سرد و کلا کافه رستوران، همین جوری نیست که الا بختکی یه کاری بکنن، یه تولید محتوایی بکنن. سر این قضیه خیلی میشه حرف زد، چون تمامی بچهای ما زحمت کشن، اینجوری هن که وقتی میخوان توی زمینی خودشون پیشرفت کنن، از یه طرف باید شیفت بزنن نون شبشون رو در بیارن، از یه طرف زندگی شخصی خودشون رو دارن، از یه طرف هم باید هزینه اضافی در بیارن تا توی این راه پیشرفت کنن. آرمان خودش میدونه دیگه الان واقعا گرونه تجهیزات ما. تجهیزات هم که همیشه چه تو بحث همین تصویر، چه تو بحث همین نور، چه تو تجهیزات اینا، همیشه تجهیزات طرف اول میزنه. متاسفم اگه کم و کاستی هم بود خب دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. ما سعی میکنیم رفته به رفته یکم بهتر کنیم شرایط. حالا خواستیم که فقط شروع کرده باشیم چون واقعا دیگه خیلی داشت عقب میافتاد. ما میخوایم یه حالا ویدیوهایی بذاریم راجع به بار سرد و گرم و آموزشی، و اینکه پادکستامون حالا فارسیه، تو این حرفی نیست. ما ویدیوهامون خواهید دید انگلیسی هن با زیرنویس فارسی. بعد خب چرا ما میخواستیم، چطور بگم، من خودم که رشتم مترجمیه، حالا درسته زیاد استفاده نمی‌کنم از رشتم، ما همینجوری میخونیم ولی میخوایم یکم هم رو خودمون کار کنیم، هم منابعی که در میاریم درست بهتر باشن، بهتر موثق باشن. اینجوری نباشه که مثلا من یه پیجی اون پلتفرمی رو زدم میخوام بگم که آقا همینجوری بیام یه ویدیویی بذارم فقط پر بشه ویو بخوره. نه، قضیه اینه که رسالت ما اینه که ما توی این صنعت درست فرهنگ سازی کنیم، چه بار گرمش باشه، چه بار سردش باشه، چه پذیراییش باشه، چه اطلاعات تاریخیش باشه. اینجوری نباشه که همینجوری اطلاعاتو برداریم بیایم بخونیم بگیم آره همینه این اصل کاره. نه اینجوری نیست. یه اطلاعات غلط باعث میشه تا آخر همون بمونه تو ذهن آدم، بمونه تو ذهن کسایی که میخوان تازه یاد بگیرن، تازه توی این صنف وارد بشن. و واقعا هم شایعات کم نبود. مثلا زمانی که ما خودمون میخواستیم وارد این صنف بشیم، در مورد مثلا یه مطلب ساده هر کی یه حرفی میزد، باید خودمون میرفتیم پیش اون منبع موثقش رو پیدا میکردیم. آره چون کلا سورس اصلی که اصلا از انگلیسی میاد، یکی یه مدل برداشت میکنه، یه نفر یه طور دیگه برداشت میکنه، یه نفر یه چیزی میگه، یه نفر یه چیزی. باید ما همیشه سعی کردیم بریم اون اصل مطلب رو پیدا کنیم، ببینیم چی بودش جریان. مثلا یه نفر اینا گفت، یه نفر یکی دیگه شو گفت مثلا. بعد زیرنویس هستش تو ویدیوها، اصلا مشکل نیست. بعد بیشتر به خاطر خودمونه
و اینکه یه چیز اصلی تر بتونیم ارائه بدیم. یه چیزی که باشه که بتونیم در سطح بین‌المللی بتونیم ارائه کنیم، بگیم خب حالا تا اینجای کار اوکی، دم هممون گرم، ما توی ایران پیشرفت کردیم، توی خود ایران. حالا درسته واسه این حرفا خیلی کوچیکیم، ولی بتونیم یه نمایندگی بکنیم از کشورمون، از همه کسایی که توی این سنف دارن زحمت میکشن پیش اونایی که خارجی هن. بدونن نه ما هم هستیم. الان سر همین قضیه مسابقه کاپ دیست خیلی بچهای با استعداد داریم. من حالا خودم امسال مقام 4 رو گرفتم، ولی به خدا من پیش همشون کوچیکم. الان من ادعایی ندارم، کسایی هستن که واقعا علمشون خیلی زیاده، ولی به خاطر اون مسائل تحریمی و این قضایی که جامعه جهانی ما رو قبول نمیکنه فکر میکنن مثلا ایران عین یه روستاست، عین یه دهه که هیچکی سرش نمیشه قهوه چیه بار سرچیه. نه به خدا سر این حرفا نیست، بیشتر بچه‌ها میدونن. واقعا دم دوستامون هم گرم، بزرگمان واقعا جای استاد ما هستن. مثلا خیلی تلاش میکنن که این چطور بگم، مثلا از یه خارجی تو صنف قهوه است مثلا واقعا فکر میکنه تو ایران خبر خاصی نیست، مثلا آره نمیدونن که مثلا اینجا دیگه چون فشار رو قهوه است کلا از اون بر دستمون بسته است، فشار اومده رو قهوه. آره توی بار سرد نهایتا موهیتو درست میکنیم دیگه فشار رفته، اون اطلاعات کلا رفته بالا، همه چی همه سعی میکنن بیشتر تخصصی کار کنن. خود جامعه بیشتر حالا داره نه در اون حد داره میل پیدا میکنه به اون سمتی که مثلا قهوه بیشتر تخصصی بخوره، حالا یه افتر تیست دنبال افتر تیستی باشه، یه فلیوری دریافت کنه از کافه، حالا این فروتیه فلانه بهمانه، داره میره جلو. ما هم یه سهم کوچیک آره در حد خودمون آره یه میخوایم نمک کوچیکی بندازیم تو این سنف ببینیم چی میشه. حالا اون بهتر شده که ما درسته توی بار الکلی بنا به اون سنت هایی که داریم، بنا به اون اعتقاداتی که داریم نمیتونیم پیشرفت کنیم. خب حالا این یه طرف قضیه، ولی از یه طرف هم سبب خیر شده واسمون. الان واقعا بار گرم ایران، بار قهوه ایران نسبت به بعضی کشورهای حتی اروپایی خیلی خیلی جلوتره. یعنی حتی شاید تو خود ایتالیا اینجوری بار گرم رو جدی نگرفتن. اونا چسبیدن به سنتشون. آره یه چیزی باشه بخوریم بریم فقط. آره اونا اونجوری میرن، ولی ما واقعا تخصصیم توی ایران توی قهوه. یعنی حتی از کوچکترین شهرستان ایران بگیر تا خود تهران، همه خوشحالم، واقعا سر این قضیه خوشحالم. همه میخوان پیشرفت کنن، برن جلو، این قهوه رو تخصصی یاد بگیرن. این واسه من شخصا، واسه خود من خیلی خوشحال کننده است و امیدوارم این ادامه پیدا کنه. آره واقعا خیلی جای آره خوبی داره میره، امیدوارم بهترم بشه، حالا بهتر از اینم بشه. اینجوری این کلا قضیه این باری که اسمش هم گذاشتیم گری بار، یادم نره اینو بگم. من میخواستم اسم آکادمی رو اول بذارم آیسمنز کیف. بعد یه روز آرمان اینجا اومده بود، یه نگاه کرد به دیوار، گفت اسمشو چی بذاری؟ گفتم میخوام اینجوری اسمشو آیسمنز کیف بذارم. گفت بابا چرا قضیه رو پیچیده میکنی؟ حالا یاد یکی از رفیقامون افتادم، یه رفیقی داریم کوشانامیه، خیلی آدم باحالیه، اصلا عالی، از اینجا سلام میرسونیم بهش. اون یه حرفی داره، میگه چرا باید چرخو از اول اختراع کنی؟ حالا آرمانم اومد گفت خب چرا قضیه رو پیچیده میکنی؟ دیوارو خاکستری زدی، خیلی میخوای لوکس باشی، اسمش رو انگلیسی بذار گری بار. منم گفتم خوب باش. من اصلا چیزای ساده خیلی خیلی ساده، ما زود قانع میشیم. ساده گرا، مینیمال پسند. مینیمال پسند، همین اسمش هم گذاشتیم گری بار. اونم آرم که گفتیم دیگه. حالا به بزرگی خودتون ببخشید، امیدوارم که از این به بعد بتونیم مطالب بهتری ارائه کنیم، خیلی بهتر بتونیم توی این قضیه پیشرفت کنیم. حالا کنار هم آرمان واقعا توی بار قهوه شخصا به خود من خیلی کمک کرده. امیدوارم که بتونیم بیشتر از اینم کمک کنیم به این صنعت و خوشحال میشیم که توی این راه ما رو همراهی کنید. خب حالا نظراتتون هم بگید، اگه از دستمون اومد، در توانمون بود، بیشتر روی اون کار میکنیم. اگه نیومدم که دیگه شرمنده شما میشید. 100% که انتقاد و پیشنهاد همیشه
جلو برنده یه کاریه، اصلا دریغ نکنین ازمون. بعد برنامه‌ای که حالا ما میخوایم در ادامه داشته باشیم، اینجا با هم قهوه دم میکنیم، سیروپ میسازیم با هم دیگه. بعد حالا یه تاریخچه کوچیکی هم خودمون گفتیم قرار آپلودش بکنیم. بعد کلا تمامی اون آره کارهایی بار که توی گرم و کافه سرد و و رستوران آره. انجام میدیم. حتی من خودم به شخصا وقتی میخواستم این کار رو شروع کنم آرمانم گفتم خب الان من میتونم برم جلوی دوربین 4 تا رسیپی بگم آقا خب این شد مثلا رسیپی ها، ولی قضیه این نیست، قضیه خیلی بیشتر از اینه. من میخوام تمامی اون همکارایی که هستن حالا در حد توان از اونها یاد بگیرم. حتی من اشکال داشتم اونا به من بگم، اونا اشکال داشتم من بهشون بگم. و اونایی که تازه میخوان وارد این صنف بشن، چون واقعا اینجوریه که وقتی یکی تازه وارد این صنف قهوه و بار سرد میشه خیلی اطلاعات زیادی جلوشه، طرف یه جورایی گیج میشه که از کجا شروع کنه. آره من این کتابو به یکی میگه مثلا برو آره سنسوری هندبوک بخون، برو بارستا هاستل از بارستا هاستل تحقیق کن، یکی میگه از فلان سایت فلان فلان. حالا ما میخوایم در مثلا جوری که خودمون یاد گرفتیم، خودمون اطلاعات یه داریم. چکیده ای از کل آره این صنف بدیم، حتی از مثلا پرزنتیشن یه نوشیدنی، نحوه اون مهمان نوازی که داریم وقتی یه مشتری وارد کافه رستورانی میشه، تا رسیپی و مواد اولیه‌ش و کلا همه چیشو حداقل از هر کدوم یه تاریخچه، یه قطره کوچیکی بگیم که آشنا بشن، ببینن اون جوانایی که میخوان وارد این صنعت بشن به چی علاقه دارن. الان من خودم، آرمان میدونه، آرمان خودشم اینجوریه، من میرم توی کافه شیفت میزنم اون جایی که کار میکنم، آقا یه اسپرسوی عالی میدم، توی این مشکلی نیست. الان میگن که خب الان چند سال توی این کاری باید تجربه داشته باشی، بلد باشی، میگن یه آرت بزن. من اینجوری نگاه میکنم یه غم عجیبی توی چشام نمایان میشه، میگم نه من با آرت میونه خوبی ندارم، یه هارت کوچیک میزنم میگم آقا من دیگه بازی نمیکنم. من بازی نمیکنم. خب واقعا هر کسی یه علاقه ای داره. من به شخصا خودم الان ما رفیقایی داریم که واقعا سلطان لاته آرت زدنن، لامصبه انگار چاپگرن، اینجوری میگیرن آره دستشون هر واقعا. طرحی میزنن. ولی خب من به شخص استعدادشو ندارم. حالا بگم به من یه نوشیدنی سرد بزن، میگم آقا به روی چشم. سر همین قضیه که مثلا یه هنرجویی تازه وارد این سنف شده، شاید برای مثال مثل من توی اون میکسولوژی کردن استعداد نداشته باشه، ولی روی آرت زدن خیلی استعداد داشته باشه. یه دورنمایی داشته باشیم که ببینن چیا هست توی این سنف، یا حتی اخبار جدیدی که توی این سنف هست. واقعا ما یه منبعی نداریم که توی ایران، البته داریم ولی خیلی دیر به دیر میاد. آره درست. آره مثلا الان هی پروسه های جدید زود دارن وارد بازار میشن، طعمای فانتزی جدید، طعمای مثلا حالا اسیدی تر فلان. یه پروسه های هست مثلا چند ساعت بی هوازی، چند ساعت با هوازی و فلان فلان، این همه ترکیب شده. حتی این پروسه های قدیمی هم که بود دارن اونا رو با هم دیگه ترکیب میکنن، کلا یه چیزای جدیدی داره میاد. ما میخوایم کلا راجع به همشون هم اطلاعات خودمون کسب کنیم، بتونیم با شما به اشتراک بذاریم. اینجا مثلا ترکیب سرد و گرم هم خواهیم داشت، مثلا نوشیدنیایی که مثلا یا بیس قهوه هستش، سیگنیچر مثلا بار سردی که مثلا به بیس قهوه باشه، یا از خود بار گرم، از خود بار سرد، ما سیروپای عجیب غریب می‌خوایم درست کنیم اینجا. بعد کلا حال میکنیم دیگه با هم دیگه. کنار هم دیگه آره. حال میکنیم. حالا شعار آکادمی گریبار ما هم همینه، ما نمیگیم که فلان چیزو یاد میدیم، میگیم کنار هم فلان چیزو یاد میگیریم. یعنی اینجوری نیست که من خودم بگم که آره من بلدم به شما یاد بدم، نه اینجوری نیست، من کنار شماها یاد میگیرم، از شماها یاد میگیرم، آرمانم به همچین. یعنی اینجوری نیست که بگیم ما همه چی رو بلدیم، در کنار هم قراره یه خوشگذرونی داشته باشیم توی آره این واقعا ما سن. خودمون حالا داریم یاد میگیریم، ما هم هنرجو هستیم، حالا یکم تجربه داریم، یکم اینور یکم اونور. حالا تو سمت سنسوری اینا مثلا من بگم کوچیک همه مثلا بچهای سنسوری هستم و واقعا تازه دارم یاد میگیرم من خودم. ولی مثلا حتی تو بار سرد، من تو بار گرم سعی کردیم انرژی بذاریم. بعد
من خودم حالا مقاله‌ای ترجمه کردم، خیلی بیشتری ترجمه خواهم کرد، میخوام باهاتون به اشتراک بذارمشون. همچنین عطا. آره همینا. امیدواریم بریم جلو ببینیم چی میشه. کل قضیه آکادمی گریبار ما هم همینه. امیدوارم بتونیم یه کمکی بکنیم، صرفا فقط همین، کنار هم خوش بگذرونیم. آره کوچیک ولی حالا رفته رفته بزرگترم میشه آره مطمئنم. با هم دیگه پیشرفت میکنیم. در سر همین حال. قضیه‌مون به همین فقط گرمه. تموم شد رفت. امیدوارم حال دلتون هم خوب باشه. حالا نظراتی که دارید، اون چیز انتقاد، حتی انتقادایی هم که داشته باشید، واقعا واسه ما مورد نیازه. اینم بگم که حالا دوستای دیگه‌مون هم قراره بیان همینجوری. بله حالا یکیمون میزبان یکیمون مهمان، قراره اینجا با هم دیگه گپ و گفت کنیم، بگیم بخندیم. حالا این یکم اول جریان بود، یکم آره مهمون نداشتیم، واقعا مهمونمون تموم شده بود. ما آره. خود حالا 2 تا میزبان نشستیم آره. اینجا داریم حرف میزنیم. بعد از بچه‌ها دعوت میکنیم حالا چطور میگن قدمشون روی چشممون. آره. محبت میکنن، میان با هم دیگه گپ و گفت میکنیم و میخندیم و فلان. چی دیگه کنارم این حالا این اول ماجرا آره، این بود. اول ماجرا امیدوارم بود. که خوب به باشه. بزرگی خودتون ببخشید 2 تا میزبان نشستیم همینجوری داریم حرف میزنیم. حالا من زیاد حرف نیستم، حالا بچه‌ها که منو میشناسن این- میدونن، ولی دیگه حالا تلاشمو میکنم دیگه. این درونگرای لعنتیه. آره من واقعا نمیتونم. من خودم هم اونجوری بنا به شرایطی که باید ویدیو ضبط کنم الان یکم این استرس یکم شدم. جلو دوربین حالا چیزتره، یخش زودتر آب میشه. من آره. همین یخم رومه. حالا دیگه آره کل قضیه این اولین پادکست ما همین بود. امیدوارم خوشتون بیاد. چند دقیقه تونسته باشیم اون وقتتون رو گرفتیم، حداقل اون خوشحالتون کنیم، لذت برده باشید. امیدوارم حمایتمون کنید و نظراتتون هم واسه ما بگید حتما. ما رو دنبال کنین تو یوتیوب و اگه میشه لایکتون هم فراموش نشه. آره یه حمایتی کنید. حالا ما یه نمک میندازیم، شما هم یه نمک بندازید، حمایت کنید بیشتر دیده بشیم. آره نمک رو نمک. آره خیلی دیابت میگیری، یا دیابت میگیریم یا فشار خون میگیریم. آره همین دیگه. قربون شما. مرسی. چشاتون. تنتون سلامت. خداحافظ. تا بعد.